سلام عشقای مهربونم، من نازنینم و بازم با یه سرنوشت عاشقانه دیگه اومدم پیشتون. ازتون میخوام اگه هنوز کانالمو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا منو و کانالمو گم نکنید و هر شب بتونید به یه داستان عاشقانه قشنگ گوش بدید. همینطور با لایک کردن و نوشتن یک کامنت میتونید ازم حمایت کنید. عاشق همتونم و میریم سراغ داستان امروز. خسته و کوفته و بی‌حوصله از پله ها رفتم بالا و کلید انداختم تا در خونه مامانو باز کنم و برم اونجا. وقتی که خیلی بی‌حوصله بودم بیشتر می اومدم خونه مامان. این اواخر کمتر به آپارتمان خودم می رفتم چون حوصله اونجا رو نداشتم. ولی تا در باز کردم و وارد پذیرایی شدم مامانو دیدم که یه بچه کوچولو حدودای 7-8 ماهه گذاشته رو پاشو داره با شیشه بهش شیر میده. با تعجب گفتم این بچه کیه مامان؟ مامان لبخندی زد و گفت یه سرایدار جدید آوردن توی خونه سرایداری که یه دختر جوونه. یه هفته نیست اومده اینجا. گفتم خب بچهش دست شما چی کار میکنه؟ مامان لبخندی زد و همونجوری که داشت شیشه شیر رو به دهن بچه میداد گفت این دختره دست تنهاست. حالش هم خوش نبود، میخواست بره دکتر با این بچه نمیتونست. گفتم بچه رو نگر میدارم تا بره و بیاد. نشستم رو مبل کنار مامان و گفتم یعنی چی دست تنهاست؟ پس شوهرش کجاست؟ مامان گفت اون از خدا بی خبر که ولش کرده. طفلکی میگفت تازه باردار شده بوده و بهش گفته که اونم از خونه انداختستش بیرون. با شنیدن این حرف یه مرتبه دستمو گذاشتم رو پیشونیم و تکیه دادم به پشتی مبل. چقدر حالم گرفته شده بود. یاد پارسال همین موقع افتادم که مهیا به هم گفت بارداره و من چطوری با خفت و خاری اون دختر رو از خونه انداختم بیرون. یعنی منم یکیم، یه خدا بی خبری مثل شوهر این بنده خدا. اونقدر حالم گرفته شده بود و نفسم بند اومده بود که نتونستم اونجا بشینم و به مامانم و اون بچه نگاه کنم. بلند شدم رفتم تو اتاقم و رو تخت دراز کشیدم. بی اختیار تلفنم از تو جیبم در آوردم و وارد لیست مخاطبینم شدم. تنها شماره‌ای که از مهیا داشتم از اون روزی که رفته بود خاموش بود، ولی بازم شمارش رو گرفتم و با صدای اپراتور که گفت شماره مورد نظر خاموش است گوشیمو خاموش کردم و پرتش کردم روی تخت. چشمامو بستم و سرم پر از 1000 تا فکر و خیال شده بود. یه چند دقیقه نگذشته بود که یهو مامانم اومد تو اتاق و گفت سهیل مادر. چشامو باز کردم و مامانو دیدم که اون بچه به بغلش بود و گفت مامان این دختره اومده، حالش هم که زیاد خوش نیست. من پا ندارم برم پایین، این بچه هم داره مرتب بهونه مامانشو میگیره، میبری براش؟ بلند شدم و گفتم خیلی خوب بدینش به من. بچه داشت نقنق میکرد که دستمو بردم جلو و از تو بغل مامانم گرفتمش و تا بغلش کردم در کمال تعجب دیدم که گریهش بند اومد. یه حس عجیبی تمام وجودمو گرفت. بی اختیار سرمو خم کردم و لپ توپل و خوشگل بچه رو بوسیدم. مامان با لبخند گفت خوشت اومد ازش؟ سرمو تکون دادم، واقعا خوشم اومده بود. آهی کشیدم و دیگه هیچ حرفی نزدم از خونه اومدم پایین. پله ها رو یک یکی اومدم پایین و پشت در سرایداری وایسادم. چند تا تقه زدم به در، یه چند ثانیه طول کشید تا بالاخره در باز شد. با صدای باز شدن در به سمت در چرخیدم و به محض اینکه نگاهمو بالا آوردم مقابل خودم چشمای مهیا رو دیدم. تمام وجودم یه مرتبه یخ کرد و قلبم با یه ضربه های سنگینی شروع کرد به قفسه سینم بکوبه. همون چشمای درشت ولی پر از غم مهیا بود. دختری که همین پارسال با بیرحمی تو اوج بی کسی رهاش کرده بودم حالا با یه قیافه رنگ پریده و بیرمق درست تو چند سانتی متری من ایستاده بود.
مردمکای درشت چشمش همینطور بین من و بچه در حرکت بود. بالاخره با شک و تردید اومد جلو و دستاش آورد جلو، بچه رو از بغلم گرفت. من که خشکم زده بود و هیچی نمیتونستم بگم، ولی بچه تا رفت تو بغل مامانش آروم شد و سرشو گذاشت رو شونه مامانش. مهیا یه قدم رفت عقب و اومد در رو ببنده که من دستم و محکم گرفتم به در و گفتم مهیا یه فشار محکمی به در آورد و گفت برو بالا سهیل، نذار مادرت بفهمه همون از خدا بی خبری که همیشه ازش حرف میزنه پسر خودشه. بعدش هم در رو بست و من تو تنهایی و سکوت راه رو میان یه گذشته مونده بودم که حالا اینجا یقم و سفت گرفته بود. به در بسته آپارتمان تکیه دادم و دستمو کشیدم رو صورتم. نفسم سنگین و ناآرام بود. کلمات مهیا مثل یه خنجر انگار به قلبم فرو رفته بود. نذار مادرت بفهمه همون از خدا بی خبره که ازش حرف میزنه پسر خودشه. آره، من از همون خدا بی خبر بودم. صدای گریه اون بچه از پشت در شنیده میشد. بعدش هم صدای قدمای خسته مهیا که انگار از پشت در دور شد. همون دختری که لپشو بوسیده بودم و چند لحظه قبل تو بغلم گرفته بودمش بچه خودم بود. با هزار زور و زحمت از پله ها رفتم بالا و وارد خونه که شدم مامانو دیدم که روی مبل نشسته. با دیدنم سرش آورد بالا و گفت چی شد مادر، بچه رو دادی بهش، حالش چطور بود؟ نگاهمو از نگاه مهربون مامان دزدیدم. نمیتونستم نگاش کنم و دروغ بگم یا اینکه چشمام حقیقت رو براش فاش کنه. گفتم آره دادم بهش، خوب بود، فقط خسته بود. مامان آهی کشید و گفت طفلک دختره. امروز رفتم پایین کمکش کنم، دیدم چقدر بیکس و تنهاست. میگفت که خیلی وقت از اون پسره هیچ خبری نیست. نمیدونم چطوری دلشون میاد زندگی بقیه رو اینطوری نابود کنن و برن. هر کلمه مامان مثل یه پتکی رو سرم فرود میمد. دستمو تو موهام کشیدم و گفتم مامان من میرم تو اتاقم، یکم سرم درد میکنه. بعدشم رفتم رو تختم خوابیدم و همینطور تصویر چشمای مهیا جلوی چشم بود. دستای لرزونش، بوی عطر تن نوزادی که حالا میدونستم دختر خودمه یه لحظه رهام نمیکرد. آخر شب بود که مامان اومد در اتاقم رو باز کرد و تا دید بیدارم گفت مامان نمیخوای چیزی بخوری؟ غذا درست کردم و بدون اینکه جوابشو بدم سرم بلند کردم و گفتم اسم اون بچه چی بود؟ مامان مکسی کرد و گفت نفس بود پسرم. زیر لب گفتم نفس، چه اسم قشنگی. مامان گفت نمیخوای بیای یه چیزی بخوری؟ گفتم نه مامان، اشتها ندارم. در رو بست و رفت و من دوباره رفتم تو فکر و خیال. از تصور این که چه روزایی به سر این دختری بی کس و تنها اومده نفسم داشت بند می اومد. یعنی دختری که از بهترین کارمندای شرکت من بود الان به روزی افتاده که اومده اینجا توی خونه یه سرایداری زندگی کنه، اونم توی یه ساختمونی که آنچنانی هم نیست. نمیدونم چه ساعتی از نصف شب بود که از شدت فکر و خیال و سردرد بالاخره خوابم برد و صبح طرفای ساعت 9 از خواب بیدار شدم. یه دوش گرفتم، معدم داشت از گشنگی میسوخت. نشستم سر میز و یه صبحونه ای خوردم. انگار یه جون دیگه گرفته بودم. باید میرفتم با مهیا حرف میزدم و براش میگفتم که درست 2 ماه بعد از اینکه اون رفته من رفتم دکتر و یه سری آزمایش انجام دادم. نتونسته بودم با خودم کنار بیام و فکر میکردم که نکنه ممکنه این بچه مال خودم باشه. آخه خیلی سال پیش وقتی که ازدواج کرده بودم با زن اولم بچه دار نشدیم و هرچی دکتر دوا کردیم میگفتن اسپرمات خیلی ضعیفه و تو نمیتونی بچه دار بشی. یعنی حتی 1% احتمال بچه دار شدن برام نمیذاشتن. واسه همین اون موقعی که با مهیا یه ازدواج موقت کردم، یعنی همون روزی که توی شرکت دیدمش و ازش خوشم اومد. دختر خجالتی خیلی خیلی قشنگی که نیاز مالی داشت. اون موقع ها بود که مادرش احتیاج به عمل قلب داشت و اونم میخواست یه وام بگیره.
ولی خب من بهش پیشنهاد دادم که با هم ازدواج بکنه و البته بهش گفتم به خاطر اینکه الان آمادگی روحیشو ندارم نمیخوام ازدواج دائم بکنیم و میخوام موقتاً با هم زن و شوهر بشیم. آپارتمان خودم رو آماده کردم و ما بعد از یه مدت کوتاهی با هم دیگه زن و شوهر شدیم. چون مهیا منو دوست داشت و میگفت که از خیلی وقت پیش که وارد شرکت شده به هم علاقه پیدا کرده. من با مهیا برای اولین بار بود انگار که معنای مرد بودن و تجربه می کردم. چقدر عاشقش شده بودم و چقدر این دختر ظریف مریف و مهربون و قشنگ و دوستش داشتم. مهیا خیلی مهربون بود و خیلی دل به دل من میداد. منم از همون موقعی که با هم ازدواج کردیم بهش گفتم که نمیخواد دیگه بیای شرکت، میخوام تو خونه باشی، کارای خونه رو بکنی، به خودت برسی، اگه کلاسی دوست داری بری، اگه دوست داری درس بخونی و دلم نمیخواد کار کنی. هرچی دوست داشت براش میخریدم و هرچی پول احتیاج داشت بهش میدادم و میگفتم واسه خودت خانومی کن. واقعا عاشقش شده بودم. اونم خیلی به من میرسید و آنچنان احساس آرامشی بهم میداد که توی زندگی هیچ وقت تجربه نکرده بودم. وقتی که کارم توی شرکت تموم میشد با سر میرفتم خونه و چقدر دلم برای این دختر تنگ میشد. چه روزا و شبایی و با هم داشتیم و احساس میکردم خوشبخت‌ترین مرد روی زمینم. مهیا به خودش میرسید، لباسای خوشگل خوشگل برام میپوشید و با دلبریاش منو دیوونه خودش کرده بود. تا اینکه اون روز رسید که این دختر بیچاره با یه دسته گل و یه جعبه شیرینی اومد خونه. اون روز من بعد از ظهر رسیده بودم خونه و وقتی بهش زنگ زدم گفت بیرونم و دارم میام. 2 ساعتی طول کشید تا برسه، تا بالاخره طرفای عصر رسید و از دیدن گل و شیرینی تعجب کردم. ذوق زده از جام بلند شدم و نگاهی تو چشاش انداختم و گفتم قربونه خانم خوشگل خودم برم که برای شوهرش گل گرفته، مگه چه اتفاقی افتاده؟ مهیا لبخند شرمگینی زد و از تو کیفش یه برگه در آورد و گرفت جلوم و با یه حالت ذوق زده ای گفت داری بابا میشی سهیل؟ وای خدای من، از یادآوریشم حالم بد میشه. برگه رو از دستش گرفتم و یه نگاهی بهش انداختم و گفتم داری سر کیو کلا میذاری؟ مهیا، من 5 سال با همسر اولم زندگی کردم و 5 سال دکتر دوا کردیم و همشون به من میگفتن که تو به هیچ وجه نمیتونی بابا بشی. الان این بچه از کجا اومده که میخوای ببندیش به ریش من اون روز هر چی بود بار این دختر کردم. چقدر گریه کرد، چقدر التماس کرد، چقدر قسم خورد و من حرفاشو باور نکردم و گفتم هر جایی رفتی و این بچه رو درست کردی برو همونجا و ببند بریشه همونا. ای خدای من از خدا بی خبر با چه افتضاحی این دختر رو از خونه بیرون کردم و دلم به آخرین اشکاشم نسوخت. تا چند روز افسرده توی خونه افتاده بودم و انگار خونه عشقم یه شب خراب شده بود روی سرم. تمام خاطراتی که با مهیا داشتم عین یه فیلم جلوی چشمم رد می شد. یاد اولین روزی افتادم که مهیا رو دیده بودم. یاد اون پاکی و معصومیتش. اون یه دختر دست نخورده بود. چطور ممکن بود که بعد از ازدواجمون با کسی دیگه ای بوده باشه؟ اصلاً باورم نمی شد. اونقدر مهیا رو دوست داشتم که بالاخره یه فکری خورد به سرم و گفتم نکنه واقعا من بچه دار شده باشم. رفتم پیش دکتری که چند سال پیشش پرونده داشتم و اونم گفت که باید دوباره آزمایش بدی. بعد از اینکه کلی آزمایش ازم گرفت رفتم جواب بگیرم که دیدم دکترم با خوشحالی گفت معجزه شده سهیل جان. سیستم هورمونی و درمانای سالهای قبلیت بالاخره جواب داده. درمانا طولانی مدت بوده، کاهش استرست هم باعث شده که اسپرمات کاملا فعال بشن و تو الان هیچ مشکلی برای پدر شدن نداری. اون موقع بود که دنیا روی سرم خراب شد. هیچ رد و نشونی از مهیا نداشتم. تنها چیزی که ازش میدونستم این بود که با مادرش زندگی میکرد که خب مادرش هم این اواخر عمل قلب کرده بود و حال و روز خوبی نداشت.
مادرش تنها کسی بود که از ازدواج من و مهیا خبر داشت و من چند باری دیده بودمش، به خصوص توی بیمارستان و موقعی که عمل قلب انجام داد. ولی تا رفتم توی اون محلشون و به زحمت تونستم اون خونه‌ای که فقط یکی دو بار رفته بودم درش رو پیدا کنم، دیدم هیچ کس اونجا نیست و همسایه ها گفتن که از اینجا رفتن و هیچ خبری ازشون ندارن. خب مهیا حق داشت. الان یه بچه تو شکمش بود و این باعث رسوایی اون میشد. هر جایی که به ذهنم میرسید دنبال مهیا میگشتم، ولی انگار آب شده بود و رفته بود تو زمین. تنها کسی که فکر میکردم ازش خبر داشته باشه امیر پسر خالم بود که کارمند شرکت من بود و اون خودش مهیا رو به من معرفی کرد، یعنی استخدامش کرد و بعدشم اون بود که به هم گفت مهیا میخواد وام بگیره برای عمل قلب مادرش و یه جورایی باعث آشنایی ما شد. ولی هرچی هم به امیر میگفتم میگفت من هیچ خبری ازش ندارم. ولی حالا بعد از ماها که من دیگه از پیدا کردن مهیا ناامید شده بودم، اونو تو خونه خودمون دیدم، اونم با بچه‌ای که مطمئن بودم بچه خودمه. دل تو دلم نبود که برم باهاش حرف بزنم، همه چیزو براش توضیح بدم و تمام اون بدی‌ها رو از دلش در بیارم و گذشته رو براش جبران بکنم، هم برای خودش و هم برای دختر کوچولو. ولی تا از پله ها رفتم پایین و تو لابی چشم خورد به در سرایداری، در جا خشکم زد. در نیمه باز بود. آروم آروم رفتم و در رو هل دادم و نگاهی تو خونه کوچیک سرایداری کردم که هیچی توش نبود. خدای من، مهیا رفته بود. خب حقم داشت، اون حق داشت که اینقدر از من فراری باشه. به همون اندازه‌ای که من از دیدن اون شوکه شده بودم، اونم از دیدن من شوکه شده بود. ولی نباید دیگه وقت رو تلف می کردم. مهیا نباید اونقدر دور شده باشه. تنها کسی که به فکرم می رسید ازش کمک بخوام امیر بود. دویدم توی پارکینگ و سری نشستم پشت ماشینم و از خونه زدم بیرون و رفتم به طرف شرکت. در اتاق امیر رو که باز کردم دیدم پشت میزش نشسته و مشغوله. با دیدن چهره آشفته من جا خورد و گفت سهیل چی شده؟ چرا این شکلی شدی؟ مهلت ندادم حرفی بزنه و گفتم امیر زود باش آدرسشو بهم بده همین الان. امیر دستی تو موهاش کشید و عینکش از روی صورتش برداشت و گفت چی داری میگی؟ آدرس کیو سهیل؟ گفتم خودتو به اون راه نزن، مهیا رو میگم. من متوجه شدم که تو آدرس خونه مادر منو دادی به مهیا تا بیاد اونجا تو خونه سرایداری زندگی کنه، وگرنه به طور اتفاقی تو این شهر بزرگ یهویی نمیاد اونجا ساکن بشه. نگو که از هیچی خبر نداری. امیر دستشو به نشونه تسلیم برد بالا و گفت باشه بشین، حالا همه چیزو برات تعریف میکنم. کلافه نشستم روی صندلی و خیره شدم تو چشماش که اونم نشست و گفت ببین سهیل، اون موقعی که تو مهیا رو اونجوری ولش کردی و گند زدی به زندگیش، تنها کسی که میتونست باش حرف بزنه من بودم. اون دختره تنها و بیکس برگشته بود پیش مادر مریضش و باهاش زندگی میکرد، ولی بعد از مرگ مادرش از اونجا هم آواره شد. یهویی رو صندلی شل شدم و گفتم یعنی مادرش از دنیا رفته؟ امیر با ناراحتی گفت آره، مهیا خیلی تو دوران بارداریش سختی و بدبختی کشید و باعث همه این بدبختی ها هم تو بودی. اینو که دیگه نمیتونی انکار کنی. با التماس گفتم نه ببین امیر، تو که دیگه بهتر از هر کسی میدونی من این چند وقته چقدر دنبال مهیا گشتم و هیچ خبری ازش نتونستم بگیرم. چرا به هم نگفته بودی که آدرسشو میدونی؟ هر بار که ازت سوال میکردم میگفتی من هیچ خبری ازش ندارم. امیر نگاهی تو چشام کرد و گفت چون نمیخواستم که به قولی که به مهیا دادم پشت پا بزنم. مهیا خط قرمزش این بود که تو هیچ وقت از جاش خبردار نشی.
ولی این چند وقت اینقدر مشکل پیدا کرده بود، مشکل مالی، نگهداری اون بچه کوچیک، بی کسی و تنهایی و بیکاری، که من وقتی دیدم خاله اینا دارن توی آپارتمانشون دنبال یه سرایدار میگردن، به مهیا گفتم که یه ساختمون میشناسم که یه سرایدار میخوان و اونجا آوردمش. خب خودت باید حدس بزنی که این کار عمدی بوده و دلم میخواست که شما دوباره با هم دیگه رو به رو بشین. گفتم شاید اگه دوباره تو رو ببینه دلش نرم بشه و گذشته رو ببخشه. ولی دیشب که با تو روبرو شده بود زنگ زد به من و کلی گریه و زاری کرد و گفت دیگه به هم اعتماد نمیکنه. به هم میگفت چرا از اعتمادم سوء استفاده کردی و یه همچین کاری کردی. خب من چی کار دیگه میتونستم بکنم؟ بعدش هم گفت که از اونجا میره و یه کاری میکنه که دیگه منم هیچ آدرسی ازش ندونم. میدونی سهیل، مهیا خیلی سختی کشیده و فکر نکنم تو رو ببخشه. من بدون اینکه کلمه دیگه ای بگم از جان بلند شدم، دستمو کشیدم روی گردنم و نگاه آخر رو به امیر انداختم و بدون اینکه حتی خداحافظی کنم با قدم‌های آهسته از اتاق خارج شدم. خب حالا که مطمئن شده بودم امیر تو تمام این مدت از مهیا خبر داشته و حتی ازش حمایت میکرده، یکم ته دلم خیالم راحت شد. گفتم بالاخره امیر میره سراغ مهیا و حتی اگه نخواد بگه هم من میفهمم که کجا میره. امکان نداره که آدرسشو ندونه. از اون روز بود که خیلی حواسم به امیر بود. سرزده وارد اتاقش می شدم وقت و بی وقت که اگه یه موقعی داره تلفنی با مهیا حرف میزنه موجش رو بگیرم. ولی خب چیزی اینجوری دستگیرم نمی شد. بعد از ظهرها سعی می کردم یه جوری خودم رو تو شرکت معطل کنم که امیر زودتر از من بره بیرون و بعدش هم سایه به سایش می رفتم که ببینم میره به طرف محله‌ای که ممکنه مهیا توش زندگی بکنه یا نه. ولی هیچی دستگیرم نمیشد، چون معمولاً امیر بعد از شرکت میرفت به طرف خونهشون که منم وقتی میدیدم رفت توی خیابونشون دور میزدم و برمیگشتم به طرف خونه. ولی یه روز یه حسی به هم گفت که بیشتر از اینا امیر رو تعقیبش بکنم. وقتی که رفت توی خونه اون نزدیکیا ماشینم رو پارک کردم و نشستم تا ببینم که از خونه میاد بیرون و چی کار میکنه. تا بالاخره ماشینشو دیدم که از پارکینگ اومد بیرون و راهی خیابون اصلی شد. منم ماشینم رو روشن کردم و سایه به سایه‌اش میرفتم. تو خیابون اصلی جلو در یه فروشگاه بزرگ ماشین رو پارک کرد که خب منم اون طرفتر منتظرش موندم و بعد یه نیم ساعتی با چند تا کیسه خرید اومد بیرون. اونا رو گذاشت روی صندلی عقب و سوار شد و رفت. یه جورایی انگار قلبم داشت توی سینه میکوبید که حدس میزدم به زودی باید مهیا رو ببینم. اونقدر رفتم تا بالاخره پیچید توی یکی از خیابونای فرعی و قدیمی جنوب شهر. اونجا کوچه هاش تنگ بود و چقدر بوی کهنگی و رطوبت میداد. فاصلم خب بیشتر بود. چراغای ماشین رو خاموش کردم و با احتیاط پشت یک وانت پارک شده پارک کردم. توی تاریکی‌ها دیدم که امیر در رنگ رو رفته یه خونه رو زد و بعد چند ثانیه وقتی که در باز شد از دور چهره خسته مهیا رو دیدم که تو درگاه در نمایان شد. به نظر می اومد که دارن با هم دیگه احوال پرسی می کنن. امیر بدون اینکه وارد خونه بشه خریدار رو تحویل داد و بعدش هم خدافزی کرد و برگشت. منم سریع خودم رو توی تاریکی قایم کردم تا منو نبینه. وقتی صدای استارت ماشین امیر رفت سکوت دوباره تو اون بنبست حاکم شد و من اومدم بیرون و رفتم جلوی در همون در وایسادم. اومدم زنگ بزنم ولی یه کمی معطل کردم و صدای گریه کوتاه نفس رو شنیدم. بعدش هم صدای مهیا رو که انگار داشت قربون صدقش میرفت. قلبم داشت از جا کنده میشد. پشت در روی یه پله سنگین نشستم و سرمو تکیه دادم به دیوار. دیگه نمیخواستم که فرار و تعقیبی به وجود بیارم. باید خودمو به مهیا ثابت میکردم.
تا حالا تو زندگی اینقدر خسته و آواره نشده بودم که توی این 1 ساله شده بودم. ولی الان عجیب احساس سبکبالی می کردم. حداقل می دونستم که همسرم و دخترم زیر کدوم سقف دارن زندگی می کنن. من اون روز رفتم خونه و بعد از اون چند بار رفتم به اون محله تا شاید بتونم به طور اتفاقی مهیا رو از دور ببینم. ولی مهیا رو نمی دیدم. در عوض آدمایی رو توی اون محله می دیدم که حالم بد می شد. یعنی مهیا یه همچین جایی داشت، با اون دختر کوچولو زندگی می کرد، یه زن تک و تنها و بی دفاع. باید یه فکری می کردم. یه نقشه ای افتاده بود توی سرم. به خاطر همینم از همون شب که رفتم خونه تلفنم رو برداشتم و با یه بنگایی که باهم آشنا بود وارد یه معامله شدم. آپارتمان خیلی بزرگی که داشتم و گفتم بذاره برای فروش و در عوض یه آپارتمان بزرگ و جدید و شیک برام پیدا بکنه. بالاخره بعد از چند هفته آپارتمان من با یه آپارتمان نوساز و شیک توی یکی از محله‌های خوب و آروم تعویض شد و من یه مقداریم بالا بود براش دادم و اون آپارتمانو پر از وسایل نو و خیلی قشنگ کردم. بالاخره یه روز صبح بود که سند آپارتمانو برداشتم و رفتم تو شرکت و اونو گذاشتمش روی میز امیر. امیر با تعجب گفت این چیه سهیل؟ با یه صدای پر از التماس پیش گفتم ببین، من فهمیدم که مهیا کجا داره زندگی میکنه، ولی تو رو به ارواح خاک رفتگانت قسم میدم این آخرین خواهش منه. مهیا نباید توی اون خونه خراب زندگی کنه. بچه منم نباید اونجا بزرگ بشه. اینم کلید آپارتمانه. به اسم مهیا نزدم تا شک نکنه. برو بهش بگو صابخونش دوستته و رفته خارج، میخواد یه نفر بیاد بشینه تا خونه خالی نمونه. اجارش هم بگو یه مبلغ ناچیزیه. امیر ابروهاشو کشید تو هم و گفت ببین سهیل، اون دفعم که من اون کارو کردم مهیا خیلی ناراحت شد و من کلی تونستم باش حرف بزنم تا از دلش در بیارم. البته خب بیشترم از سر ناچاری حاضر شد دوباره با هم آشتی کنه. الان دوباره نمیتونم بهش دروغ بگم. با التماس دستای امیر رو گرفتم و گفتم تو رو خدا قبول کن، تو میتونی قانعش کنی. بعدش هم چطوری میخواد بفهمه؟ بعد مکسی گفتم ببین امیر، من میخوام توی اون آپارتمان ساکن بشه و خودمم هزینه های زندگیشونو بدم. امیر گفت خب اینو دیگه چی کار میخوای بکنی که نفهمه؟ گفتم من یه کامپیوتر آخرین سیستم توی اون خونه گذاشتم که میتونی بهش بگی برای شرکت دوستت احتیاج به دورکاری داری، به یه گرافیست احتیاج داری. بعدش هم من هر ماه یه پولی میریزم به حسابت که بهش بدی. امیر که چهره داغون من و اون پشیمونی که اینقدر مستاصلم کرده بود و دید، آهی کشید و کلیدو برداشت و گفت باشه سهیل، این آخرین باریه که بهت کمک میکنم، ولی خب اگه بفهمه منم خیلی پیشش بی اعتبار میشم. دستمو گذاشتم به بازوش و گفتم امیدوارم تو بهترین روزای زندگیت برات جبران بکنم. تو برای من بهترین دوستی و از برادری هیچی برام کم نذاشتی. امیر لبخندی زد و گفت حالا بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. و 2 روز بعدش بود که امیر به هم گفت که مهیا با دخترش توی اون آپارتمان ساکن شدن و البته مهیا خیلی تعجب کرده که چرا اینقدر این آپارتمان نوه و تمام وسایلش نو و دست نخورده است و منم مجبور شدم بهش بگم که دوستم قبل از اینکه از این آپارتمان استفاده کنه کارای مهاجرتش درست شده و رفته و حالا هم معلوم نیست کی برگرده. خلاصه یه جوری ماسمالی کرده بود و مهیا رو قانع کرده بود. بالاخره بعد 1 سال یه نفس راحتی کشیدم و امیرم از این تغییر روحیه من خیلی خوشحال شده بود. هر روز با انرژی می اومدم شرکت و امیر برام تعریف میکرد. گاهگداری زنگ میزد به مهیا، احوال خودش و نفس رو میپرسید و به من گزارش میداد و من چقدر که خوشحال بودم.
و دلم به همین که از دور حمایتشون بکنم خیلی خوش شده بود. تا اینکه یه روز امیر با لبخند بهم گفت میدونی دیشب که داشتم حال احوال مهیا رو میپرسیدم تو حرفاش سراغ تو رو گرفت و گفت سهیل چطوره، حالش خوبه؟ تعجب زده گفتم راست میگی؟ یعنی سراغ منو گرفت؟ امیر لبخندی زد و گفت آره نمیدونم، این چند وقته که توی اون آپارتمان رفته خیلی روحیش خوب شده و اصلا یه جور دیگه شده. گفتم یعنی اگه خودم رو یه جوری بهش نشون بدم دیگه از دستم اونقدر عصبانی نیست؟ امیر ابروی بالا انداخت و گفت والا نمیدونم چی بگم. ولی عصر اون روز بود که با شنیدن این حرف از امیر بالاخره به ترس و وسواس خودم غلبه کردم و رفتم توی یه فروشگاه بزرگ اسباب بازی و یه عالمه اسباب بازیای خوشگل خوشگل و یه سری لباس خیلی شیک خریدم. همه رو کادو کردم، گذاشتم توی جعبه های کادویی بزرگ و رفتم به طرف آپارتمان. اون موقعی که دیگه من رسیدم اونجا شب شده بود و من کلید ورودی آپارتمانو داشتم. با آسانسور رفتم بالا و تمام اون جعبه کادویا رو آروم گذاشتم پشت در آپارتمانو بی سر و صدا از اونجا خارج شدم. فردا صبحش بود که هی رفتم تو اتاق امیر و اومدم که ببینم چیزی در این مورد بهش گفته یا نه، ولی ظاهرا حرف خاصی بینشون نبوده چون امیر چیزی به من نگفت. عصرش بود که دوباره وقتی از شرکت رفتم بیرون رفتم به طرف لباس فروشیایی که قبلا با مهیا خیلی به اینجا اومده بودیم. چند تا لباس خوشگل تو خونه‌ای از اونایی که میدونستم به هیکل ظریف و قشنگ مهیا میاد و دوست داره اینا رو بپوشه براش خریدم. بعدش هم رفتم تو طلا فروشی و یه گردنبند طلا خریدم و همه رو با هم کادو کردم و دوباره رفتم تو آپارتمان. وقتی با آسانسور رفتم بالا و چشمم خورد به پشت درشون که دیدم جعبه های دیروزی و برداشته، لبخندی ناخودآگاه اومد رو لبم. اون جعبه ها رو هم گذاشتم و سریع از ساختمون خارج شدم. ولی فردای اون روز بود که امیر بهم گفت مهیا گفته میخواد باهات حرف بزنه. با شنیدن این حرف یهو انگار یه چیزی تو قلبم مثل یه بند پاره شد و نمیدونستم از خوشحالی چی کار بکنم. همون موقع از شرکت خارج شدم تا برم و آماده بشم. البته بعدها متوجه شدم که امیر توی این مدت خیلی با مهیا حرف می زده و خب مهیا هم وقتی رفته بوده توی اون آپارتمان شک کرده که اونا کار منه و بعدش هم از کاری که براش میفرستادیم و همون موقع یه پولی میرفته بود به حسابش که خیلی بیشتر از دستمزد گرافیست بود و حتی مهیا میگفته یه روز که من تمام کارو اشتباهی فرستادم همون موقع پولش اومده. مطمئن شدم که این کارا کار سهیله. من رفتم تو خونه، دوش گرفتم، یکم استراحت کردم و یکی از لباسایی که قبلا مهیا برام خریده بود و پوشیدم و راهی خونهشون شدم. یه باکس گل خیلی قشنگ با یه جعبه شکلاتی که میدونستم مهیا خیلی دوست داره خریده بودم و این بار دیگه زنگ آپارتمانو زدم که همون لحظه در باز شد و از آسانسور رفتم بالا. رسیدم پشت در آپارتمان که یه مرتبه در باز شد و چشمم خورد به مهیا که لباس بیرون پوشیده بود و بچه‌رم آماده کرده بود، یه ساک دستش بود و ظاهرا میخواست بره بیرون. زیر لب سلامی کردم و گل و شکلاتو به طرفش گرفتم که گفت میخوام برم دکتر برای چکاپ بچه، دنبالم میای؟ اونقدر از شنیدن صداش دلم بیقرار شده بود که نمیدونستم چی کار باید بکنم. هل شده گلو گرفتم به سمتش که با یه دست اونو گرفت و منم چون دیدم نمیتونه بچه رو درست کنترل بکنه دستم بردم جلو و نفس و پغلش کردم و به خودم فشارش دادم. مهیا باکس گلو گذاشت روی اوپن آشپزخونه و اومد بیرون و با هم دیگه سوار آسانسور شدیم و بدون اینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه راهی کوچه شدیم تا سوار ماشین بشیم.
تو راه بچه مرتب با تعجب به هم نگاه می کرد و منم هر چند لحظه یه بار تو چشاش نگاهی می کردم و یه بوسه روی لپ توپل و قشنگش می زدم. وقتی رسیدیم تو کوچه در جلوی ماشینو برای مهیا باز کردم و همینطور که داشتم بچه رو بوس می کردم بهش گفتم بابایی برو بغل مامان تا من سوار ماشین بشم و رانندگی کنم. نگاه هم رو صورت مهیا بود که بدون اینکه سرشو بلند کنه و تو چشای من نگاه کنه یه لبخند کمرنگی روی لباش نشست که داشت دیگه دلم براش ضعف میرفت. بچه رو از بغل من گرفت و روی صندلی نشست. ما توی سکوت میرفتیم و نفس با دستای کوچولو و توپلش هی میزد رو صورت مادرش و باهاش بازی میکرد. تا بالاخره رسیدیم به کلینیک و توی صف نشستیم و بعد نیم ساعتی که نوبتمون شد رفتیم تو اتاق دکتر. خانم دکتر با خوشرویی بچه رو گرفت، روی ترازو گذاشت، وزن و قدش رو اندازه گیری کرد و یه سوالایی هم از مهیا پرسید و توی پرونده بچه یادداشت کرد و بعدش هم من بچه رو بغل کردم، خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون. البته خب این که با هم دیگه رفته بودیم بیرون و یه جورایی انگار داشتیم از کناره هم بودن احساس آرامش میکردیم، خیلی برامون خوب بود، چون نه من جرأت داشتم حرفی به مهیا بزنم و نه مهیا حرفی به من میزد. بدون اینکه جرأت کنم دعوتش کنم بیرون یا رستورانی چیزی رفتم به طرف آپارتمان، اونم توی سکوت. یادآوری تمام سختیایی که این دختر تو این مدت کشیده باعث می شد که خجالت بکشم حتی یک کلمه حرف بزنم. وقتی که با آسانسور رفتیم بالا و رسیدیم پشت در آپارتمان، بچه رو دادم بغل مهیا و اونم یه نگاهی خیلی سریع تو چشام کرد و گفت فردا تولد نفسه، اگه دوست داری میتونی بیای. من که با شنیدن این حرف انگار همه دنیا رو به هم داده بودن گفتم آره میام مهیا، معلومه که دوست دارم بیام. مهیا بدون هیچ حرف دیگه ای در و بس رفت تو و من که انگار داشتم رو ابرا را میرفتم از آسانسور اومدم پایین و رفتم به طرف ماشینم. سوار ماشین که شدم شماره امیر رو گرفتم و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم و خب البته اونم خیلی چیزها رو برای من تعریف کرد و گفت که چجوری مهیا رو راضی کرده که با من آشتی کنه و مهیا هم بیشتر به خاطر نفسه که حاضر شده تو رو ببخشه و باهات آشتی کنه. فردای اون روز بود که من یه خرس عروسکی بزرگ، یه دستبند کوچولو برای نفس و یه کیک کوچولوی فانتزی گرفته بودم و راهی خونه مهیا شدم. وقتی در واحد آپارتمانی رو زدم مهیا تو چارچوب در ظاهر شد. یکی از همون پیراهنای قشنگی که براش خریده بودم و پوشیده بود که تمام شونه هاش پیدا بود و یه رژ کمرنگم رو لباش داشت که بالاخره معلوم می شد که یه رنگ و بوی تازه‌ای به خودش گرفته. زیر لب گفت سلام بیا تو. تا وارد شدم دیدم چند تا بادکنک سفید و صورتی تزیین کرده و یه بوی عطریم که همیشه میزد توی هوا پیچیده بود. نفس وسط حال نشسته بود و یه پیراهن کوتاه صورتی تنش بود و داشت با یه چند تا کاغذ رنگی بازی میکرد. کیک و کادو رو گذاشتم روی میز و رفتم 2 زانو جلوی دخترم نشستم و گفتم سلام بابایی، تولدت مبارک باشه قشنگ من. بعدشم با احتیاط دستمو آوردم جلو و دختر کوچولومو بغل کردم، بو کشیدم و یه بوسه رو موهای نرمش زدم. بچه رو به سینم فشار دادم و انگار عزیزترین دارایی دنیا رو به هم داده بودن. ناخودآگاه اشک از چشام جاری شد و شونه هام شروع کرد به لرزیدن. همون موقع بود که مهیا با یه سینی و 2 تا استکان چای اومد و نزدیکمون نشست و اونم با دیدن این منظره اشکش جاری شد و شروع کرد به گریه کردن.
بچه با دیدن گریه من و مهیا زد زیر گریه و مهیا بلند شد بغلش کرد. منم رفتم یه آبی به دست و صورتم زدم، اومدم نشستم و سعی کردم احساساتم رو کنترل کنم. اون شب یکی از قشنگترین شبای زندگی من و مهیا بود. اون شبی بود که اجازه داد من اونجا بمونم و چقدر ما با هم دیگه حرف زدیم. چقدر دلم برای این زن تنگ شده بود و چه روزایی و از نداشتنش نفس تو سینم بند اومده بود. فردای اون روز بود که رفتم خونه و تمام ماجرا رو از سیر تا پیاز برای مادرم تعریف کردم. مادرم هم خیلی هیجان زده شده بود، هم خیلی ناراحت بود و از یه طرفی هم خیلی خوشحال بود، چون مهیا و نفس رو دیده بود و الان باورش نمیشد که اونا زن و بچه خود من باشن. ما شبش که شد به خواستگاری مهیا رفتیم و البته اون به پیشنهاد مادرم بود و گفت اگه میخوای دوباره با این دختر زندگی بکنی باید رسما باهاش ازدواج بکنی و یه جشنی اونطوری که شایستشه براش بگیری. من و مهیا این بار رفتیم حلقه نامزدی انتخاب کردیم، آینه شمدون و یه جشنی هم توی باغ یکی از آشناهامون گرفتیم و تمام افراد فامیل رو دعوت کردیم و همینطور دوستا و همکارای شرکت رو. من مهیا رو اون روز به بهترین آرایشگاه این شهر برده بودم و با لباس خیلی قشنگی که پوشیده بود قشنگترین عروس شهر شده بود. خب توی عروسی ما حضور نفس که یه دختر کوچولوی 1 ساله بود و اینکه من بچه دار شدم افتاده بود سر زبون همه و البته همه از یه همچین اتفاقی خوشحال بودن و به همون تبریک میگفتن. بالاخره آخر شب که شد خسته و کوفته رفتیم خونه و من همون اول نفس رو که دیگه توی ماشین خوابش برده بود روی تختش خوابوندم و اومدم سراغ مهیا. تورشو خیلی آروم از رو سرش باز کردم و نشوندمش روی تخت و کفشای پاشنه بلندشو از تو پاش در آوردم و دستاشو گرفتم و بهش گفتم منو میبخشی مهیا، بابت هر شب تنهایی که تو اون بارداری کشیدی، بابت هر اشکی که برای بی کسی ها از چشمت افتاد، من تا آخر عمر بهت بدهکارم. مهیا سرش آورد بالا و زل زد تو چشام و گفت امشب شب بخشیدن سهیل. اگه ما امشب اینجاییم یعنی گذشته تموم شده و تو ثابت کردی اون آدمی نیستی که اونجوری پشت به من کردی. من اسم بچه‌مونو گذاشتم نفس به خاطر اینکه احساس می‌کردم بدون تو این آخرین نفسیه که منو به زندگی بند میکنه. منم به همون اندازه تو رو دوست داشتم و عاشقت بودم و یه وقتی به این نتیجه رسیده بودم که بدون تو نمیتونم زندگی بکنم. حالا مدت هاست که من و مهیا داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. مادرم خیلی از این اتفاق خوشحاله، بیشتر از اون چیزی که ما فکرشو میکردیم و برای مهیا واقعا نقشه یه مادر رو بازی میکنه و خیلی هواشو داره. به خصوص الان که مهیا برای بار دوم داره منو بابا میکنه و دیگه ما از خوشحالی نمیدونیم چی کار بکنیم. یه پرستار گرفتم که هم از نفس مراقبت بکنه و هم همه کارهای مهیا رو بکنه که چیزی بلند و کوتاه نکنه و بتونه راحت این بارداریشو سپری بکنه. خودم هم وقتی میام خونه این پروانه دورش میچرخم و از قربون صدقه رفتنش سیر نمیشم. مهیا میدونه که دارم نهایت تلاشمو میکنم تا اون سختیایی که کشیده رو جبران بکنم و من دیگه براش همون سهیلی میشم که همیشه انتظارشو داشت و دوستش داشت. پایان داستان امروز. دوستای عزیز و مهربونم، اگه هنوز کانالمو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید. خیلی دوستتون دارم و تا یه داستان دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون.